برادرانی بودن که جین داشتن، خواندیم جین های اونها را برآوردیم، نماز نمیخواندن، گفتن که نماز سر میکنیم. اما فردا زنگ شد زدم که گفتم نماز میخوانی؟ نماز سر کرده و نماز شروع کرده؟ میگن نه نماز نخوندیم. گفتم که اگر برادر عزیز که نماز خوانی را شروع نکنین، جین باز میگرده در بدن شما میشود. میگم جین در آمد بود را زنگ میزنیم یا میخونیم یا بروش. نعوذ بالله. یعنی نماز خوانی را به کله نمیگیرن، اما به گردن میگیرن که همون جین واردی بدن اونها شود. عیاذ بالله. پناه میطلبم از این گونه شخصیت. السلام علیکم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، کدامید که با کمک نیاز هستین در طی همین ویدیو استیلکه میمونم. اپا و خواهرها و اکا دادرها کدامید که محتاج به پرودوکتی هستین، انشاءالله که کرانتین است برادران خیر خود را میرسانند. در طی همین ویدیو برایم بنویسین، انشاءالله همون برادر میدروید، یعنی نگاه میکنه رقماتون، انشاءالله زنگ میزنم با جا و مکانی که شما هستین در شهر مسکو و مسکووسکی اوبلاست، انشاءالله که کمک خود را میرسونند. در طی همین ویدیو سیلکه بدرین، انشاءالله که در همون ویدیو بنویسین که یعنی یاردم شما در کار ای و رقم های تلفن تا بمانه، انشاءالله که در شما زنگ میزنن با همراه شما صحبت میکنن و پرودوکت انشاءالله برای شما میبرن میرسونن. در حق شد دعا باشین، خداوند ملک مال اونها را زیاد بگرداند. السلام بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماه شریف رمضان برای هر یک ما و شما مبارک بگردانش. الله سبحانه و تعالی تمام گناهان ما و شما را عفو و مغفرت بگرداند و داخل جنت ممکنه بغیر حساب ولا عذاب. برادرانی که بیمار هستند، خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. برادرانی که از دنیا گذشتند، خدایا خداوند این برادران وارد جنت الفردوس الاعلی بگردان و با خاندان اینها صبر جمیل عطا بفرما. در حقشان دعاگو باشید دوستان عزیز که خداوند گناهاشان عفو و مغفرت بگردانه. که هر وقتی که فرزند آدم از دنیا که میگذره، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقتی که فرزند آدم از دنیا میگذره، تمام عملهای او بسته میشود مگر از سه چیز. یکمش صدقه جاریه هست که اکثریت ما و شما میدونیم صدقه جاریه چیست و او رو چگونه میکنن. دیمش علم ینتفع به، علمی که از او مردم فایده میبرن، به مثل یعنی یگان قاریه که با دیگران درس میده و اونها قرآن رو تلاوت میکنن. این علم بعد از مرگ او با او فایده میارن، نه تنها علم قرآن بس دیگه علم ها را. یعنی ما یعنی اختیار کردیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که خیرکم من تعلم القرآن و علم، بهترین شما اون شخصی است که قرآن را تعلیم میگیره و او رو با دیگران میآموزد. و سیم فرزند صالح که در حق دعا کنه. یعنی هر وقت که فرزند آدم از دنیا که میگذره، فرزند او در حق پدر مادرش باید دعا کنه که خداوند پدر مادری ما را گناهاشون عفو و مغفرت که و داخل جنت شون کنه. و نیز ما در حق جمله مسلمانان میتونیم دعا کنیم که خداوند گناهان اونها را عفو و مغفرت کنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید: و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. و اذا سألك، هر وقت که سوال میکنند، هر وقت که از من پرسان میکنند بندگان من، عنی فإنی قریب، ما با اونها قریب هستم. الله سبحانه و تعالی میگه ما شما قریب هستم. هر مشکلی داره، به هر آن چیزی که محتاج هستین از الله سبحانه و تعالی سوال کنین، دست به دعا کنین، خداوند دعای شما را اجابت میگردونه. انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجابت میگردانم دعای اونها را هر وقتی که اونها از من دعا طلب کنن، از من پرسان کنن.
در دیگه آیت قرآن الله سبحانه و تعالی میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما بر شما از رگ گردن کده قریب هستم. هر چیزی که هر مشکلی که دارین از الله سبحانه و تعالی بپرسین، ان شاء الله الله سبحانه و تعالی گناهان هم عفو و مغفرت میکنه و داخل جنت مون میکنه ان شاء الله با رحمتش. دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک قرآن را نازل کرده است. در این ماه باید ما و شما یعنی وقتی خود را بیکار ضایع نکنیم، به تلاوت قرآن صرف کنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک، در این ماهی که الله سبحانه و تعالی دری رحمتش گشوده کرده است، یکی عبادت ما و شما به 70 مبادل میگردد، به 70 مبادل میگردد. انشاءالله که وقتی خود را به تلاوت قرآن صرف کنیم که الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک قرآن را نازل کرده است که ما و شما قرآن را تلاوت کنیم که در یک حرف، در هر یک حرفش یک ثواب است و در هر یک ثواب او 10 مبادل میگردد. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها. هر شخصی که از کتاب الله یک حرف تلاوت بکنه یعنی یک ثواب میگیره و یک ثواب به 10 مبادل میگرده. در ماه شریف رمضان ان شاء الله که به 70 مبادل میگرده. با اون خاطر دوستان عزیز وقتی خود را ضایع نکنیم، به تلاوت قرآن صرف کنیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارکشان فرمودند که اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن را تلاوت بکنین، قرآن را بخونن، بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای اصحابش. بسیاری برادران زنگ میزنند که یعنی نماز نخونیم، در ماه رمضان تراویح نخونیم و دیگه کارها را نکنیم، روزه نگیریم، چیکار میکنم؟ سبحان الله. برادرانی که بدن که یعنی میگفتن که سال دیگه انشاءالله که ماه شریف رمضان روزه میگیریم، اما متاسفانه اون برادران از دنیا گذشتن. بسیاری برادران که جینشون میزنن از سبب بینمازی و بیروزگی و از خدا دوری از همین سبب است. از خودم ببینین یعنی بسیاری برادران که من میگم برادر عزیز یعنی نماز میخونی، میگن نه مادامی که نماز نمیخونی یعنی نماز خونی هم یعنی دوام نکنی، خوندن ما بیکار است. یعنی اگر ما شبان بروز بخونیم تو که از خدا که دوری، یعنی هر شخصی که خدا را فراموش کرده، خدا را فراموش بکنه الله او را فراموش میکنه. نسوا الله فنسیم، الله را فراموش کردی الله تو را نیز فراموش میکنه. و همون خاطر هر کجایی که باشیم به ذکر یاد عبادت خدا باشیم که حدیث قدسی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که این ظن عبد بی و انا معه حین یذکرنی. گمان بنده نزد من است. الله سبحانه و تعالی میفرماید در حدیث قدسی گمان بنده نزد من است، هر وقت که ذکر میکنه مرا من به همراه او هستم. و این ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی. اگر میگه بنده در تنهایی مرا یاد بکنه من او را به ذاتم یاد میکنم. ذکرت فی نفسی، الله سبحانه و تعالی میگه من در نفسم او را یاد میکنم. و این ذکرنی فی ملأ ذکرت فی ملأ خیر منه. میگه هر وقت که در یک جامعه مرا یاد کنه ما او را در جامعه یاد میکنم که از او بهتر و اولاتر است. یعنی در جامعه، در مسجد و جایی که به همراه برادران هستیم میخیزیم نماز میخونیم، یعنی به ذکر یاد عبادت الله مشغول میشیم. در این حالت الله سبحانه و تعالی تر نزد ملائکه ها یاد میکنه که ببین که بنده من در جامعه یاد میکنه. خوش به حالتون برادران عزیز که یعنی وقتی خود را بیکار صرف نمیکنین، به ذکر یاد عبادت الله صرف میکنین. بسیاری برادرها حیران میکنن خونهشون میریم مردای کلان سالان یعنی سینی 40 50 60 نماز نمیخوانن. میگم تو بیا جای نماز تو نماز بخوانو، میگم ما جای نماز نداریم در خونمون. میگم سبحان الله شما نماز نمیخوانین؟
میخندن میگن ای حالا بعد میخونیم پیر شیم. سینی 40-50 یعنی مرگ نمیدونیم که کی به ما میآید. و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هر وقت که مرگ به ما حمله کنه اون وقت ما نمیتونیم که 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفاش کنیم. با هم خاطر دوستانی عزیز، روز از روزها نشود که الله سبحانه و تعالی وارد جهنم ممکنه و اهل بهشت از ما بپرسه که ما سلککم فی سقر، و شما چی شد که شما در آتش جهنم هستید؟ و در اون حالت جواب ندیم که قالوا لم نک من المصلین، ما نبودیم از جمله شخصانی که نمازگزار بودیم، ما نبودیم از شخصانی که نماز میخوندیم، وقتی خود را با عبادت الله صرف میکردیم. الله نکنه که از اون شخصیت ها ما و شما باشیم. با مو خاطر دوستانی عزیز، هر اون مصیبت به بالاتان میآید وقتی که بینماز باشین، از خودتان ببینین که یعنی سبب بینمازی شما همین مصیبت بالای شما میآید. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای به حال شخصانی که نماز میخوانند، یعنی کسانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون شخصانی که از نماز خود غافل هستند، یعنی گاه نماز میخوانند و گاه نمیخوانند. هر وقت که مشکلی بالای اونها آمد، اونها شروع میکنند با نماز، یعنی که در یک هفته 1 بار میروند نماز جمعه میخوانند و بس. الله سبحانه و تعالی فرض گردانیده است نماز برای ما و شما. برادران عزیز، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر شخصی که نماز بامداد را نخواند، هر مصیبتی بالای او میآید و از خود ببینه که یعنی مصیبت بالاش اومد و خودش چه یعنی چی بدارم، اللهم صل علی محمد، نامش چیست، یعنی از خودش ببینه که به سبب بینمازی نماز بامداد را ترک کرد، مصیبت بالاش آمد، یعنی الله سبحانه و تعالی یگان ملائکه را نگرد است که او را حفاظت کنه تا نماز دیگه. وقتی که هر شخصی که نماز میخوانه، الله سبحانه و تعالی 2 ملائکه را میکنه که بنده من حفاظت کنه تا نماز دیگر تا نماز پیشین. و هر شخصی که بعد از نماز ذکر میکنه، ان شاء الله الله سبحانه و تعالی او را حفاظت میکنه. و هم خاطر دوستان عزیز، وقتی خود را بیهوده صرف نکنین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه شریف رمضان باز هم برای شما مبارک باشه. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرماید. السلام علیکم.